برادری عزیز سوال کرده است که السلام علیکم داملای عزیز، درباره نمازی که در شب خوانده می شود چطور خوانده می شود و چند رکعت می شود می فهماندید؟ خداوند از شما راضی باشد. خب برادری عزیز، نمازی که در شب خوانده می شود، اگر انسانی که یعنی نماز تهجد خواندنی باشه، اگر نماز تهجد جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنی که 8 رکعت خوانده اند، یعنی 4 رکعتی نیت کرده اند. اما درباره نمازهای شب بهترش این است که انسان 2 رکعتی نیت کنه، چون که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم تنگه صلات اللیل مثنا مثنا، تا نماز شب 2 رکعت است. یعنی روایت ها حدیث ها به نهایت زیاد هستند که انسان باید نماز شب یعنی نماز تهجد 2 رکعتی بخونه. یعنی 8 رکعت نماز تهجد بخونه، کسی نماز شب خواندنی باشه اگر یعنی 2 رکعتی نیت کرده، یعنی 8 رکعت بخونه. بعد از 8 رکعت زیاد خواندن، کسی با میخواه نماز نفل زیادتر بخونه، اونهاش یعنی نفل نیت کرده. قیام لیل جناب پیغمبر داشتن، غیر از نماز تهجد بعد از اون نمازهای نفل قیام لیل یعنی نماز شب میخواندن. این قیام لیل یعنی 2 رکعت نیت کرده، چقدر چند عددی که یعنی زورتون میرسه براتون درست است خواندن. اما هر شخصیتی که اگر 4 رکعت نماز تهجد خواند یا اینکه 4 رکعت نماز نفل خواند، برای او ضرور است که در قعده بین یعنی در اتحیات بین صلوات ها را خونه، یعنی اللهم صل علی اللهم بارک علی را میخونه، اللهم اغفر لی نخوانده الله اکبر گفته به 3 رکعت بعد از اون میخیزه. یعنی بهترش این است که هر انسانی که نماز شب میخونه 2 رکعتی بخونه، چند رکعتی که یعنی خوانده میتونه.